اوه ببین وسط خیابون داره با بچه چی کار میکنه. نکن خانوم. ناخواسته اومده هیم داره اذیت میکنه. خانوم به شما چه رفته فیلم نگی؟ میدونی با این حرفا داری چه تاثیر مخربی روی ذهن بچت میذاری؟ ببین با این کارت بچه احساس اضافی بودن و بی‌ارزشی میکنه، عزت نفسش پایین میاد، فکر میکنه هیچ کاری رو درست انجام نمیده. آیا شما این تجربه ها رو واسه بچت میخوای؟ خانوم مگه شما دکتری؟ ببین عزیزم من مدرس فرزند پروری هستم. الان پیشنهاد میکنم چند تا نفس عمیق بکش. یکم که آروم شدی بچه رو در آغوش بگی، بغلش کن، بهش بگو دوستش داری، کمکش کن عشق رو تجربه کنه. حتی میتونی بابت رفتار اشتباهت ازش عذرخواهی کنی، بهش یاد بدی که تو هر سن و سالی میشه عذرخواهی کرد. ای بابا پس کی از من عذرخواهی کنه؟ شما هم به عنوان یک انسان حق داری زندگیت با درد و رنج جلو نره، ولی لازمه اینو یاد بگیری. میتونی صفحه منو دنبال بکنی، با آموزشام بهت کمک میکنم به عنوان مادر هم حالت تو زندگی خوب باشه و هم بتونی با آرامش بیشتری در کنار فرزندت باشی.